دشت برچی یکی از مناطق پرجمعیت و شناخته شده در غرب کابل، پایتخت افغانستان است. این منطقه به دلیل تراکم جمعیت بالا و وجود اقوام مختلف به ویژه هزاره‌ها، دارای تنوع فرهنگی و اجتماعی بسیاری است. از لحاظ تاریخی، دشت برچی در دوران معاصر شاهد رشد سریع جمعیت و توسعه شهری بوده است. با افزایش تعداد ساکنان، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این منطقه به تدریج توسعه یافته است. با این حال، هنوز کمبودهایی در زمینه امکانات بهداشتی، آموزشی و زیرساخت‌های شهری وجود دارد که نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. دشت برچی به عنوان یک منطقه پرجنب و جوش و پویا، محلی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز محسوب می‌شود. بازارها، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی مختلف در این منطقه وجود دارند که نیازهای روزانه ساکنان را تامین می‌کنند. حضور این مراکز تجاری و خدماتی نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا کرده است. با وجود تمامی پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی که دشت برچی ارائه می‌دهد، این منطقه نیز با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است. مسائل امنیتی و حوادث ناگوار تروریستی در سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی را برای ساکنان ایجاد کرده است. با این حال، روحیه مقاومت و همبستگی مردم دشت برچی نشان دهنده امید و تلاش برای